سلام همه زبان آموزان عزیز، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اگر میخواید زبان آلمانی رو مثل آب خوردن یاد بگیرید و بتونید آلمانی صحبت کنید، یکی از بهترین راهاش یادگیری زبان آلمانی با فیلم و سریاله که تو این سری ویدیوها میخوام بهتون با سریال اکسترا که یکی از بهترین سریال های آلمانی برای افراد مبتدی آلمانی رو به راحتی یاد بدم. پس لطفاً تمام قسمت ها رو دنبال کنید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بریم که شروع کنیم. sehen wir mal یعنی ببینیم. sehen wir mal ببینیم. sehen در کل فعله به معنای دیدن. wir یعنی ما. sehen wir mal ببینیم. Sehen wir mal, sehen wir mal, sehen wir mal. Heute ist mein Glückstag یعنی امروز روز شانس منه. Heute یعنی امروز. Ist یعنی هست. Mein Glückstag روز شانس من. Glückstag یعنی روز شانس. کلاً Glück به معنای شانس هست اینجا. Tag یعنی روز. حالا Glückstag روز شانس. Heute ist mein Glückstag. Heute ist mein Glückstag. Heute ist mein Glückstag. Nichts یعنی هیچی. Nichts هیچی. Nichts, nichts, nichts. Du hast das nicht gesehen یعنی تو ندیدیش. Du hast das nicht gesehen. Du که یعنی تو. Das منظور اشاره به چیزیه. نیشت اینجا منفی کرده جمله رو. gesehen در واقع گذشته پرفکت یا کامل فعل sehen هست به معنای دیدن. گذشته شده gesehen و همینطور فعل کمکش haben بوده. اگر گذشته پرفکت رو بلد نیستی، در کل من قبلا توی یه ویدیو کامل توضیح دادم این گرامر رو. حالا du hast das nicht gesehen یعنی تو ندیدیش. Du hast es nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen. Diese Farbe این رنگ. diese Farbe یعنی این رنگ. کلا farbe به معنای رنگ هست و diese اینجا به معنای اینه. diese Farbe این رنگ. Diese Farbe, diese Farbe, diese Farbe. siehst du Sam این siehst du Sam دو تا معنی میتونه داشته باشه. بستگی داره که چجوری گفته بشه. مثلا اگر بگیم siehst du Sam که یه ویرگول در واقع بین دو و سم قرار بگیره و منظور مخاطبمون کسی که داریم با صحبت میکنیم سم باشه، یعنی میبینی سم؟ میبینی؟ داره به سم میگه میبینی سم؟ ولی اگر که همینطوری فقط مثلا زیست تو سم به یک دیگه گفته بشه، یعنی سم رو میبینی؟ یعنی بستگی داره که لحن طرف چجوری باشه دیگه، یا به کی اصلا بخواد این جمله رو بگه و این سوالو بپرسه. زیست تو سام. البته تو این فیلم، تو این سریال منظور همون اولیه، داره میگه میبینی سم؟ Siehst du Sam? Siehst du Sam? واته یعنی وایسا. واته وایسا. از فعل واتن میاد به معنای صبر کردن، ایستادن و اینا. بعد اینجا امری شده. واته وایسا، صبر کن. Warte, 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 warte. Komm hier rein یعنی بیا داخل اینجا. Komm hier rein. Komm یعنی بیا. از فعل kommen میاد به معنای آمدن. Hier یعنی اینجا. rein داخل. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Stift یعنی خودکار، قلم. Stift خودکار، قلم. راستی این ویدیوها رو که نگاه میکنید خیلی خوبه که بعدش خود سریال رو هم یه دور نگاه کنید که قشنگ براتون جا بیفته. حالا اگر نمیدونید از کجا باید سریال رو پیدا کنید، من تو کانال تلگراممون آپلود کردم و آیدی کانال تلگرام رو آخر ویدیو گذاشتم. برای همین آخر ویدیو میتونید آیدیش رو ببینید و در واقع برید اونجا نگاه کنید سریال رو. تازه زیرنویس آلمانی هم داره. Stift, 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 Stift. اینجا چند تا عدد گفته. سوای یعنی عدد دو. سوای دو. دو تا سوای پشت سر هم. سوای سوای. بعد فیا رو گفته. فیا یعنی چهار. فیا چهار. دوباره سوای که دو بود. دقای یعنی سه. دقای سه. دو تا دقای گفته و بعد دوباره یه سوای. پس سه تا عدد یاد گرفتیم اینجا. سوای میشه دو. دقای میشه سه. فیا میشه چهار. 2, 2, 4, 3, 2, 3, 2.
حالا عدد 95 چی میشه؟ اگه اعداد رو بلد باشید کل آلمانیا از عدد 20 به بعد رو از 20 تا 99 رو نمیان مثلا بگن 95، برعکس میگن 5 و 9. بینش یه و میذارن و اینطوری برعکسش میگن. از 21 تا 99 به همین صورت گفته میشه و عدد 5 به آلمانی میشه 5. 90 میشه 90. حالا 95 میشه 5، یه اوند وسطش میذاریم، اوند یعنی و. 5 und 90. 95 میشه 95. 95. 95. برای 96 هم طبیعتا به همین صورته. 6 میشه 6. 96 میشه 6 und 90. 6 und 90. پس 95 95, 96 96. 96. 96. 97 7 میشه 7. پس 97 میشه 7 und 90. 97. پس تا الان 95 شد 95, 96 شد 96 و 97 97. 97. 97. حالا 98. 8 میشه 8. 8 میشه 8. 98 میشه 8 und 90. 8 und 90 98. پس چی شد؟ 95 شد 95. 96 شد 96. 97 97. 98 98. 98. 98. Sie ist wunderschön. یعنی او بی‌نظیره، خیلی زیباست. Sie ist، او هست، wunderschön، خیلی زیباست، بی‌نظیره. Sie ist، sie در واقع اوی مؤنث دیگه. Sie ist یعنی او هست، منظور اوی خانم یا مؤنث. wunderschön، بی‌نظیر. Sie ist wunderschön. Sie ist wunderschön. Sie hat langes blondes Haar. یعنی او موهای بلند و بلوند داره. زی گفتیم یعنی اوی مؤنث. هات صرف فعل هابنه به معنای داشتن، اینجا یعنی داره. زی هات او داره. لانگ یعنی بلند. بلوند میشه همون بلوند خودمون، ها میشه مو. پس لانگس بلوندز ها میشه موهای بلند بلوند. زی هات لانگس بلوندز ها، او موهای بلند بلوند دارد. Sie hat langes, blondes Haar. Sie hat langes, blondes Haar. Ich habe gefragt. یعنی من پرسیدم. Ich habe gefragt. gefragt گذشته کامل فعل fragen هست به معنای پرسیدن و فعل کمکیش habenه. Ich habe gefragt میشه من پرسیدم. Ich hab gefragt, ich hab gefragt, ich hab gefragt. Wir gehen aus. ما میریم بیرون. Wir یعنی ما. gehen میریم. aus بیرون. Wir gehen aus. ما میریم بیرون. Die gehen aus. Die gehen aus. Heute habe ich Glück. یعنی امروز من شانس دارم، خوش شانس هستم. heute یعنی امروز. habe دارم. ich من. Glück شانس. heute habe ich Glück. امروز من شانس دارم. Heute habe ich Glück. Heute habe ich Glück. Ich habe im Lotto gewonnen. یعنی من لاتاری برنده شدم. Ich habe im Lotto gewonnen. gewonnen در واقع گذشته پرفکت فعل وینن هست. خب حالا اینجا لوتو به معنای لاتاریه. این لوتو یعنی در لاتاری و gewonnen فعل کمکش هم هاونه. پس شده ich habe im Lotto gewonnen یعنی من در لاتاری برنده شدم. Ich habe im Lotto gewonnen. Auf Wiederhören یعنی بعداً میشنومت. قبلا یاد گرفتیم بگیم Auf Wiedersehen یعنی بعداً میبینمت. کلاً آلمانی‌ها یه اصطلاح دیگه هم دارن. به جای حالا Auf Wiedersehen به جای زیهنش اگه هوغن بذارید میشه بعداً میشنومت. اگه پای تلفن دارید با کسی صحبت میکنید میتونید در پایان برای خداحافظی این رو استفاده کنید. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
گوته ایده یعنی ایده خوبیه. گوته ایده ایده خوبیه. Gute Idee, gute Idee. Unternehmen شرکت کردن. Unternehmen یک فعله. Unternehmen شرکت کردن. Ihr Unternehmen? Ihr Unternehmen? کلا واضح. کلا یعنی واضح. Klar! 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 Ruf mich an یعنی به هم زنگ بزن. امریه. Ruf mich an. در واقع anrufen یک فعل جدا شدنیه یعنی زنگ زدن، تماس گرفتن. میش یعنی به من. Ruf mich an به من زنگ بزن. Ruf mich an! Ruf mich an! Hast du etwas؟ چیزی داری؟ Hast du etwas؟ چیزی داری؟ Hast صرف فعل haben یعنی داشتن. Hast du یعنی آیا تو داری؟ etwas یعنی چیزی. Hast du etwas? Hast du etwas? Hast du etwas? Ja und nein یعنی آره و نه. یا یعنی آره. und یعنی و. nein یعنی نه. یا und nein. Ja und nein. Ja und nein? sicher یعنی مطمئنن. sicher مطمئنن. Sicher, sicher, sicher. Natürlich warte ich یعنی البته که من صبر میکنم. Natürlich یعنی البته. warte از فعل warten میاد یعنی صبر کردن. ich من. Natürlich warte ich. Natürlich warte ich. Natürlich warte ich. Der Anruf یعنی تماس. Der Anruf تماس. فعلش چی میشد؟ فعلش میشد anrufen تماس گرفتن. اسمش هم میشه Anruf. Der Anruf. Der Anruf. Mein Job شغل من. job میشه شغل. mein مالکیت داده میشه mein Job شغل من. Mein Job. Mein Job. sofort فوراً. sofort فوراً. Aber sofort, aber sofort. حالا تو کامنت ها بنویسید 95 کدوم عدد بود. 95 معنی فارسی شو تو کامنت ها برام بنویسید ببینم چقدر یاد گرفتید چون خیلی تکرارش کردم. و اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایکش کنین و تو کامنت ها بهم انرژی بدید. سوالی، نظری، پیشنهادی داشتید میتونید بنویسید. اگر تا حالا این کار انجام ندادید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید براتون بیاد و از دستشون ندید. و همونطور که بهتون قول دادم در واقع آیدی کانال تلگرام رو اینجا براتون گذاشتم. رویال لنگویج جرمن هست. میتونید تایپ کنید و کانال تلگرام رو دنبال کنید و از توش خود سریال رو هم نگاه کنید. و اگر کلا کلاس های آنلاین و آفلاین و اینا خواستی توی پیج اینستاگراممون کلا اطلاعات کلاس هامون رو گذاشتیم. موفق باشین و خدا نگهدار.